دیگه کیک اسفنجی زبرا رو راحت درست کن، اینجوری همه عاشقش میشن. قرار بود یه تیکه ازش بخورم و من خودم همیشه کیک هایی که زرد و سفیدش جدا نمیشن و خیلی بیشتر دوست دارم. خب راحت تره، بیا بریم با هم درستش کنیم. 4 تا تخم مرغ درشت حدوداً 70 گرم و میگیریم توی کاسه میشکنیم همراه شکر و وانیل. انقدر خوب میزنیم تا قشنگ حجیم و کشدار بشه، رنگش هم به کرم روشن بره. شیر به دمای محیط رسیده رو به تناوب اضافه میکنیم. حالا روغن رو اضافه میکنیم و فقط در حد مخلوط شدن هم میزنیم. مواد خشک رو که از قبل 3 بار علک کردیم میریزیم توی مواد تخم مرغیمون و با ویسک هم میزنیم. مایه رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. حالا لازم نیستش که سخت بگیرین، چشمی هم اندازه بگیرید کافیه. به یه قسمت آرد اضافه دستور رو اضافه میکنیم و به یه قسمت دیگه هم پودر کاکائو رو اضافه میکنیم و جفتش رو مخلوط میکنیم و اینطوری به صورت یکی در میون توی قالب میریزیم. میذاریم توی فر با دما و نکاتی که توی کپشن گفتم. میتونی کیک خیلی خوشمزه و نرم و لطیف رو درست کنی و از خوردنش لذت ببری کنار خانواده قشنگت.